وقتی که امام ابو حنیفه هم به مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در آمدند، در حلقه امام مالک نشستند، چون که پیامبر صلی الله علیه وسلم ترغیب کردند وقتی که یک گروه از مردم در حلقه در مسجدهای الله تعالی نشسته علم آموزند، آنها را فرشته های احاطه میکند و الله تعالی در نزد خودش آنها را ذکر میکند، نام آنها را میگیرد. بگذار انسان علامه باشد، بگذار انسان عالم باشد، لیکن یک مجلس علم است نشیند. همه وقت انسان یعنی خودش باید تعلیم دهد و از دیگرها نشنود، نه، بلکه باید از دیگرها هم شنود. شاید به قول امام احمد کلمه ای که در آن نجاتم هست شاید نشنیدم، شاید کلمه ای که به سبب همون یک کلمه من نجات میابم، همون کلمه حالا شاید نشنیدم. یک کلمه سبب میشد. بعضی علما به یک کلمه نصیحتشان بعضی انسان ها عالم شد. خطک یشبه خط المحدثین. یکی از علما به یک طالب علم، به یک کودکی حال جوانی که علم ندارد میگوید که خطت به خط محدث ها مانندی دارد. محدث میشه. یک جمله سخن سبب شد که یک آدم به جای اینکه یک آدمی عادی شود یک محدثی بزرگ شد.